الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سخنان عزیزمون مولانا عبدالعزیز استفاده کردید و برامون این آیه که حضورتون تلاوت شد جملات شکسته عرض خواهد شد. الله تعالی آنچه که حق هست و صحیح و مورد رضایت پروردگار هست به این بنده ضعیفش توفیق عنایت کند و همه ما را الله تعالی توفیق عمل نصیب بفرماید. قرآن عظیم الشان اخلاق را از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مورد تذکره قرار داده است و که به رحمت الهی و فضل پروردگار شما نرم خو شدید. الله یعنی خوی شما را و طبیعت شما را دل شما را نرم قرار داده. شما برخوردار از اخلاق حسنه هستید و دل شما مهربان هست، ترحم در دل شما است. همانطور که الله تعالی جای دیگه می فرمایند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، شما برای همه جهانیان رحمت هستید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر تمام جهانیان ترحم داشتند، نه تنها به یاران و اصحاب و همراهان ترحم بود و نرم بود و مهربان بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم و گذشت میکرد و صرف نظر میکرد و تسامح داشت. همینطور برای همه جهانیان گستره این دنیا بر تمام این گستره و این جهان آن حضرت ترحم داشتند، به همه انسان ها رحم می کردند، برای همه آن حضرت ترحم داشتند، به نه تنها انسانات بلکه به جنات، به حیوانات و به منابع طبیعی حتی و طبیعت. تخریب طبیعت را نمی پسندیدند و فرمودند که شما مدینه یک محدوده تعیین کردند و فرمودند که اینجا نه درختی را بزنید نه شکاری را بزنید و
یک فضا و یک ماحول که ماحول مدینه، ماحول مکه را که الله حرم قرار داده، ولی آن حضرت به خاطر نفع مردم، استفاده مردم، ترحم بر مردم و اهل مدینه، اطراف شهر مدینه را من کردن که گیاهای اینجا را، درختان اینجا را نزنید. معمولا این من درختای خشک شامل نیست، شاخه های خشک، ولی شاخه های تر و چکه سبز و مورد استفاده مردم هست. فضا را به فضای خوب کمک میکنه، به سلامتی مردم اینها تاثیر دارند و خیلی تاثیرات ظاهری و تاثیرات معنوی دارند. این فضای سبز که آدم میبینه روحش شاد میشه، به عظمت الهی بیشتر معتقد میشه و بزرگی خدا را یاد میکنه. وقتی طبیعت آدم میبینه، طبیعت سرسبز باشه، بیشتر خدا را یاد میکنه تا یک طبیعت خشک و خشن بالاخره که آدم منقبض میکنه، دل انسان تنفر پیدا میکنه. و به حیوانات وحشی ترحم. کسی از صحابه رضوان الله تعالی مجمعین در یک غزوه که با حضرت همراه بودن، سفری بیرون رفته بود برای یا حاجت انسانی یا نیاز چیزی هیزمی چیزی جمع بکنه و آمد و در چادرش پر از جوجه بود و مادر این جوجه ها آورد خدمت آن حضرت و آن حضرت فرمود که این جوجه ها را، جوجه های مرغ را دیده و توی چادرش گرفته جمع کرده، اینها را مرغ خودش آمده، مرغ آمده و او چادر کشود از خود را انداخته سر جوجه هایش. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن همینطور که این مرغ ها بر جوجه ها چقدر ترحم دارند، الله بر بندگانش مهربانتری از این و ترحمش بر بندگان. و فرمود مرغا از اونجایی که تو گرفتی ببر با جوجه هایش آنجا بگذار، آزادشون کن، ویلشون کن. و اینها را بردن اونجا گذاشت. چون یک مثال ذهن من رسید که وقتی که انسان بالاخره شکار الله حلال قرار داده ولی از باب ترحم آن حضرت صلی الله علیه وسلم و رحم که بر طبیعت و بر حیوانات و بر این موجودات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم داشتن و اینا درستن برای ما که ما ترحم داشته باشیم. قرآن عظیم و شان می فرماید جایی که الله تعالی میگه کسانی که احرام بستند برای اونها الله حرام قرار داده شکار نمیتونه بزنه، حیوانات وحشی را نمیتونه شکار بکنه و برای او شکار دریایی که ماهی حلاله و همچنان حیوانات حلاله، گوسفند و گاو و شتر که الله تعالی اینا را خلق کرده برای استفاده بندگان. ولی یک درس اینجا موجوده که الله این شکار را و حیوانات را برای محرم چرا حرام قرار داده؟ کسی که در لباس احرامه، او زمانه وقتی کسی احرام میبست از مدینه منوره به مکه مکرمه میامد 10 روز طول میکشید
و توی بیابان که می رفتن را با شکارها و حتی فوج شکارها گای روبرو می رمای شکارها و لہذا این شکارها او زمان شکار زیاد بود انسان کم بود و اللہ تعالی حرام قرار دادن شکار را برای انسان ها و اللہ این حرمت هم آزمایش ہے کہ چه اندازه مردم آهو را ببینن سید را ببینن شکار را ببینن چه اندازه میتونن خودشون را کنترل کنن و حکم خدا را عمل بکنن دستور خدا را چون یک ہمیں احرام کے بھی بندے وہ خیلی چیزیں بر انسان حرام میشه حلال حرام میشن این یک تمرینی به تقوی تمرینی به اطاعت تمرینی به فرمان برداری حج و عمره همه احکامشون تمرین هستن بر یک نکته که باید اطاعت از اللہ تعالی بشه در هر شرایط ہرچی کہ اللہ فرموده ہمونه و یک درس دیگری اینجا موجوده و وہ اینی که شکار اللہ حرام قرار داده معلوم میشه که شکار زدن شکار به هر حال برای انسان ها اللہ جائز و مباح قرار دادن ولی به هر حال این شکار باید حفظ بشه مورمی نره دست نزنه توی حرم مکه هم دست نمیزنن شکارا تا اونجایی که محدوده حرام است شکار حرامه شما حتی نمیتونه شکار اگر سایه است او را کسی فراری بده که خودش به سایه بشینه حرامه که شکار حرام را کسی فراری بده که محدوده حرام خارج بشه و بزنه شکارا و شکار مدینه را اطراف مدینه هم کوئی کار داشتن باشه این را هم حرام قرار داده حکمت به اینه که شکارها را بالاخره آن حضرت به نوعی تعلیم دادن که به هر حال شکارها را ما نزنیم اجتناب بکنیم مگر ضرورتی باشه حاجت یا طرف گرسنه نیاز داره ولی به تماشا و به تفریح و که الان میرن شکار میزنند این کار درست نیست حرام نیست شکار جایزه ولی بسیار جایزن که نباید بالاخره انجام بدیم مگر این که نیازی باشه و قطع یک درخت اگر یک درختی را کسی قطع بکنه بالاخره این جایزه ولی قطع یک درخت سبز به هیچ صورت مناسب نیست و باید احتیاط کنه از زدن درختای سبز از نابود کردن فضای طبیعی و نابود کردن طبیعت و اینها جزء شکارا جزء طبیعتن این هرچه باشن به نفع هرچه زاد و ولد کنن به این از ترحم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میخوام بگم که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چه اندازه نرم بودن و خوی نرم داشتن اخلاق زیبا داشتن و اخلاق کریمانه داشتن و آمدن تا اخلاق را فروزه اخلاق را در دنیا به پای تکمیل برسانند کسانی که خود را محمدی میگویند کسانی که خود را مسلمان میگویند کسانی که خود را مؤمن مینامند اما مؤمن نمیشن مسلمان برحق نمیشن مؤمن واقعی نیستن مسلمان واقعی محمدی واقعی نیستن مگر اینکه از اخلاق آن حضرت و سیره آن حضرت و روش آن حضرت اتباع بکنند و پیروی بکنند راه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی آخری نبی جایگاهش بسیار رفیعه و بلنده و مرتبهش عظیمه ولهذا فرمودن من آمدم تا فروزه اخلاق را به پای تکمیل برسانم و کامل کنم همه انبیاء درس اخلاق دادن و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم این درس کامل کردن و کامل در زندگی خود اخلاق حسنه را پیاده کردن
متصف به اخلاق حسنه و کمال اخلاق بودن و در جامعه اخلاق کا پیاده بکنن و جامعه را به اعتقاد صحیح و درست راهنمایی بکنن، به احکام نورانی دین، نماز و زکات و خیرات و انفاق و خرج در راه الله، خرج بر بندگان خدا و روزه و حج و همه آنچه که آموزان دینند در قرآن عظیم و شان و سیره و سنت صحیحان حضرت وارد شدند، اینها همه تعلیم زیبان و این تعلیم یک دنیا و یک جهانی است، یک دنیای بزرگی است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم تعلیم داده. یک زندگی کامل یک انسان از بعد ولادتش تا آخری لحظه که از دنیا می رود، برای این آن حضرت برنامه آورده و چه برنامه زیبا، برنامه آموزش و تعلیم آوردن که بچه ها را از ابتدا آموزش بدید، در حد استعداد اونها، در حد شایستگی و آمادگی اونها بچه ها را تعلیم بدید و تعلیم بچه ها را حیاتی قرار دادن. بچه بدون تعلیم نباشه و نام خدا را بیاموزد، خدایش را بدانه و به نام خدا در دنیا زندگی را آغاز بکنه و به نام خدا دنیا را ترک کنه، با کلمه توحید بیاید زندگی کنه و با کلمه توحید از دنیا بره و وابسته و دل داده الله تعالی باشد و خدا را در نظر بگیره توی زندگی خودش و خدا را بداند، عظمت الهی را بدانه و لحاظ این آموزه از دینان. ترحم خیلی مهمه، مخصوصا کسی که در راس قدرت و حاکمه، کسی که مسئوله، کسی که بالاخره در راس یک اداره و اختیارات داره و مرجع مردم به اون نیاز دارن، مردم برای کارایشون به اون مراجعه میکنن. کسی که عالمه و مرجع مردم، مفتی مردم قرار گرفته، کسی که ریش سفیده و معتمده و سمت پدری داره، سمت پدری دارد، سمت بزرگتری داره، مادره، خواهره و همه اینها باید ترحم داشته باشند، تک تک ما ترحم داشته باشیم. گذشت و رحم و شفقت و مهربانی و دلسوزی خیلی حیاتیه و این در راستای تعلیم آن حضرته، در راستای سیره آن حضرته. و اینجا الله تعالی می فرماید ببین که این آیه در رابطه با احد هست که در بدر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین از آن حضرت کامل اطاعت کردند و در اثر این اطاعت الله تعالی جمع 313 نفره را بر یک لشکر 1000 نفره که مسلح بودند و 313 نفر سلاح محدود داشتند، سلاح‌های گرم و سرد خیلی محدود بود، اما شکست دادن مسلمانان اون فوج مسلح مکه را. ولی در
احد، همونه احد، صحابه شکست خوردن از اون فوج مردم مکه مشرکین که تهاجم آوردن. صحابه از این بیشتر بودن که در بدر بودن. در احد صحابه مسلمانان بیشتر بودن، ولی دشمن 3000 نفر بود و مسلمانان هم جمعشون قابل ملاحظه بود، به این تعداد نمی رسیدن، کمتر بودن، ولی به هر حال مسلمانان از بدر بیشتر بودن. ولی وقتی که به شکست خوردن خیلی آن حضرت غمگین شد و پریشان شد، چون 70 نفر کشته دادن و حضرت امیر حمزه عموی آن حضرت که یک پایه بود، یک ستونی بود و یک انسان بسیار عظیم و بزرگی بود، کشته شد در آنجا. و آن حضرت نگران شدند و صحابه کرام گفتند این شکست ما از کجا خوردیم؟ الله تعالی این خودش بحث دیگری که من اشاره می کنم که فرمود شما از آنجا شکست خوردید که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کردید و حضرت جمعی را بر تپه گذاشت و عبارت چنده کنند انو شروع کرده شما یالا امروز شروعش کرده من صحبتم را اینجا متوقف بکنم. امروز نوبه جمعوری برای 2 تا مدرسه، انوار الحرمین پشامک سرباز، مدرسه مولانا کوهی هست و مفتاح العلوم الراس مولانا نقشبندیه و این هر 2 مدرسه رئیسشون همینن که توی زندان هستند و بالاخره مردم مدرسه الان سرپرستشون توی زندان مشهد هستند و وضعیت مدرسه هر 2 مدرسه از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف و سسته و لحاظ لازمه که مسلمانان این 2 تا مدرسه را کمک خاصی بکنه. امروز چون دوستان عرض کنم که جمعه زیاد در اختیار نداشتند و سرشون شلوغه، این 2 تا مدرسه را هم یک جمعه را به هر 2 مدرسه دادند. شما امروز برای 2 تا مدرسه، هم مدرسه راسک و هم مدرسه پشامک، هر 2 تا مال شهرستان راسک هستند و سرباز و لحظه انشاءالله دست بالا بگیرید، این کارتخان میارن و جمعوری میکنن، کمک دست بالا بگیرید برای 2 تا مدرسه انشاءالله شما کمک میکنید و امروز اینا را کمک شایسته بکنید و انشاءالله مو اندازه که شایستگی خود شما عزیزان و بزرگواران هست و الله تعالی به شما توفیق بده که این مدارس به هر حال بتوانم به کارشون ادامه بدم و کارشون تعلیم و تربیت فرزندان مسلمانان است. موفق باشید انشاءالله. و لحاظ عزیزان اینجا که اون 40 نفری که از 50 نفر که به تپه گذاشتن اینا تپه را ویل کردن، دشمن از پشت وارد شد. اینا را حضرت فرمود که هیچ حال این تپه را ویل نکنه و در اولی حمله وقتی دشمن شکست میخوره اینا تپه را ویل میکنن. گفت جنگ تمام شد. امیر گفت که نه، آن حضرت فرموده که در هیچ حال شما ویل نکنید. امیر باند اونجا با 10 نفر و 40 نفر ویل کرد. دشمن از رودخانه دور زد از پشت و تاکتیک بازی کرد و از پشت وارد شد و مسلمانان از جلو و از پشت سر محاصره شدند و مسلمانان شکست خوردن. 70 نفرشون کشته شد و انجا اگر دنیای دیگر بود، دنیای امروزی بود، مسلمان امروزی بود.
همون مسلمانی که ادعای اسلامی داره و اگر بود هم این نفرات را به دار آویزان میکرده، 40 نفرم همه را میکشت. ولی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا را ملامت نکردم که شما چرا تپه را ول کرد، سکوت ماز اختیار کرد. والله تعالی می فرمایند اینجا که شما صحابه را اگر اشتباهی میکنم معاف کن و از اونا درگذر هم باش. گفتم معافشون هم بکن، درگذر باش، یعنی هیچ یادی از اونا نکن و مشورتشون هم بگیر آینده و شاورهم فی الامر، مشورتشون بگیر. نگی که نه فلان زمانه اشتباه کرد، فلان کار کردن، نه هیچ زمانه آن حضرت یاد نکرد، ملامت هم نکردن و اونها را از مشورت خود دور هم نکرد، اشاره هم نکردن که فلان زمانه شما فلان اشتباه را کرده. ببین چه اندازه عفوه. و او یهودیایی که یهودی بودن به ظاهر مسلمان، لبید بن عاصم و فرزندان حضرت جادو کردن، 6 ماه این جادو آن حضرت تحت فشار گذاشتن. بعد الله تعالی رهنمایی کردن و جادو را بیرون کردن و نابود کردن و اثرش تمام شد. اونها را آن حضرت معرفی نکردن. عایشه فرمود اینا رو معرفی بکنید و من نمیخواهم که بعد از جانب من برای کسی پیش بیاد. اگر من معرفی بکنم مسلمانان با این برخورد میکنن و من نمی کنم این کارا. و تا آخر آن حضرت کارم نشد از اونا. این اخلاق. و عبدالله بن ابی بن سلول منافق بود، منافق درجه اول و رئیس منافقینه. چقدر ضرر رسوند به آن حضرت، چقدر ضرر به مسلمانان رسوند، ولی آن حضرت منافقین هیچ کار نداشت. و وقتی که وفات کرد فرزندش که مسلمان مخلص بود و طرفدار سخت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بود، گفت به پدر من جنازه بخون. و حضرت جنازه خون، گفت جامعات را بده که به جامعه تو او را کفن بکنه که عذاب گرفتار نشه. حضرت جامعه 2 جامعه به تن داشته. قدیما مردم من فکر میکنه که چرا حضرت اینجا 2 جامعه به تن داشته. و قدیما یادمون هست که تو روستاها کت نبود که مردم بپوشن و لحاظا وقت فصل سرما 2 جامعه به تن میکردن و جاکتی هم نبود توی روستاها کسی به تن بکنه. و یادمون هست که ما بچه بودیم و به هم یک لباس توی زمستان میگشتیم و مردم نداشتن. و آن حضرت 2 جامه یکی را کشید و داد که همون جامه که به بدن تو چسبیده، این بالایی نه، همون جامه را آن حضرت در آوردن و دادن که به عبدالله بن ابی منافق. و اون روز میگن که وقتی توی مدینه منوره چون منافقین آمده بودن به جنازه حضور داشته، همه این رئیسشون بود. خدا بدانه جمع کثیر و عده کثیر از منافقین توبه کردن و تسلیم شدن به این اخلاق. مهمه که حاکم اخلاق داشته باشه. اشتباهی اگر یک حاکم، یک عالم این فکر کنه که من باید قاطع باشم و فلان بکنم، برخورد بکنم، نه. هرچی جایی داره، هرچی محله داره. عالم حق نداره کار کنه برای مردم، مرچه حق نداره یک وقت محلش از یک جایی جاش هست او درسته. ولی به هر حال حاکم مهربان، وقتی که یک حاکم بر ملتش باید رحم داشته باشه، به مردم ترحم داشته باشه، شطور کینه نباشه و
که آقا فراموش نکنه که فلان شخص فلان حرف زده، فلان شخص فلان عمل کرده، ریش سفید معتمد. کسی که سمت بزرگتری را داره بزرگتر نمیشه تا زمانی که به این سیره نیاید. کسی که حاکم عالم و مرجع مردم مرجع واقعی نخواهد شد تا زمانی که به سیره آن حضرت نیاید، زندگی آن حضرت را اختیار بکنه. همین بود که خلق و دنیا قبول کرد این فرهنگ، این اندیشه را، این تفکر را و گرایش به دین پیدا کرد و همین اخلاق بود که بر دنیا پیروز شد. اخلاق نیک و حسنه و اللہ تعالی از اخلاق آنه که توصیه آنه که برای همه انسان ها ترحم کنیم، بر همه انسان ها خیرخواه باشیم، بر تمام انسانات دلسوز باشیم و بالاخص به مؤمنین که مشترکات بیشتر با ما دارن بیشتر ترحم کنیم، بر همه ترحم کنیم، به زن و بچه ها ترحم، بر زن ترحم، زنان ترحم. و اگر ترحم به زنان نباشه بالاخره این بالاترین بداخلاقی میشه. زنان قابل رحمن، بچه ها قابل رحمن، همه طیفه قابل رحمن، قابل ترحمن، همه انسانیت حیوانات قابل ترحمن. خیرخواه باشید، خیراندیش باشید، بر روی خیر فکر کنید و مردم به خیر دلالت کنید. این هم ترحمه که به نماز توصیه کنید، به زکات توصیه کنید، به خرج کردن بر فقرا ترحم بکنید، به زنان بیوه و بیکار بی سرپرست، به بچه های بی سرپرست و یتیم ها را تکفل کنید، خرجشو بدید، لباسشو بدید، به یتیم ها رحم بکنید، به زندانی ها رحم بکنید و به اونا خرج کنید، به خانواده زندانی ترحم کنید. و این میتونه که رحمت الهی را شما به خود جذب کردید، خدا را به ترحم آوردید که بر شما بیشتر ترحم بکنه و مهربانی بکنه و رضایت الله حاصل بشه و درب بهشت الله تعالی به ترحم برای شما باز میکنه. بر رحم اون چیزی را الله تعالی میدهد که با چیز دیگر نمیدهد به شما، با قهر و با غضب و با تندی نمیرسه. آن چیزی که به ترحم و گذشت و در گذر شدن میرسه. و لحاظا مردم به نماز وادار کنید، جوانان دریابید، نوجوانان دریابید، فرزندانتون به علم و به دانش سوق بدید. علم و دانش حیاتیه برای رشد یک ملت، برای ترقی یک ملت، برای پیشرفت یک ملت. علم و دانش، دین و ایمان شرف هم برای ملت ها. دیانت و دانش دو تا شرف عظیم هم برای ملت ها، شرف بزرگن. انسان زمانی به کرامت میرسه، جامعه و به شرف میرسه و وجودش میتونه برای دیگران هم مفید باشه که او از علم برخوردار باشه. جامعه ما باید فرزندانشون را به علم بفرستن و به دانش بفرستن و فرزندان دین یاد بدید. دانش روز، دانش عصر و زمانه، دانش امروزی و به عنوان دنیوی یاد میکنن و دانش دینی
که آخرت را میسازه و راه خدا را به ما نشان میده. هر دو دانش نیازن و دیانت فوق العاده نیازه و اینها را داشته باشید و به اینها پابند باشید. و امروز شرایط دنیا دیگه شرایط نوینی است و شرایط جدید. این شرایط و این زمان امروزی متفاوت با 10 سال پیش، با 5 سال پیش، با جلوتر. شرایط جدید، همه چیز باید مطابق تطبیق بخورم با این شرایط امروزی. قانون باید تغییر بخوره. قانون گذشته نمیتونه امروز همه نیازهای مردم را برآورده بکنه. قانون گذشته 45 سال قبل خیلی جهان مشکل داره و مشکلاتش تجربه شده و این قوانین بسیاری جا هستند که یک کشور را به مشکل میکشند و لحاظ این قوانین نیاز داره به تغییر نیاز دارن. سیاست ها نیازن که این سیاست ها را اگر تغییر ندید خیلی مشکل پیش می آید. الان بالاخره تحریم های شدیدی دارن برنامه ریزی می شود و خطر جنگ تهدید می کنه. خطر تحریم ها که بدتر از جنگ و شکنندن، همانطور که تحریم های گذشته چه اندازه نقصان رسونده و ضرر برای عده محدود خوب بوده ولی برای عموم ملت ایران نقصان بزرگی داشته و امروز همه چیز از ملت او تحریم ها گرفتن متاسفانه و فسادی که متاسفانه در کشور هست، اختلاس هست و منابع ملی و منافع ملی را بسیاری هستند که در دست گرفتن و این مشکلاتی که امروز کشور دچار آن است نیاز است به یک سازوکار جدید و به یک برنامه جدید و بهترین راه گفتگو است. مذاکره با گفتگو و مذاکره سازنده می توانید که جلوی این بالاخره تحریم ها گرفته بشه و خطر جنگ گرفته بشه و خطر تحریم گرفته بشه و کشور از چالش ها نجات حاصل بکنه و جدی این نه که بالاخره در این مذاکره و در این گفتگو بالاخره ضعف وجود داشته نباشه. قوت و اختیارات میخواهد که به این عرض کنم که گفتگو بتوانند که به هر حال خطرات دفع کنند در شرایط حاضر. طرفین هم در مذاکره هر دو طرفا ما تشویق میکنیم طرف ایرانی را که طرف خود ماست و طرف متقابل را هم که امریکایی هستند یا اروپاییان و هر کس دیگر هستند، بالاخره هر دو طرف باید صداقت رعایت کنند، امانتداری رعایت بکنند، از سعی صدر و بردباری و گذشت کار بگیرند تا اینکه بالاخره این ملت رنجش بیشتر نشه و رنجش بالاتر نشود. همین اندازه ما باید با دشمنانمون صادقانه برخورد کنیم و صداقت داشته باشیم و همین دستور اسلام. اگر اونا صادق نباشد ما باید صداقت حرف ما صادقانه باشه و پشتوانه واقعیت داشته باشه و با واقعیت نزدیک باشه و جدی باشه تا بتونه کشور را
از چالش‌های جدید نجات بده که پیش آمده است. الله تعالی توفیق عنایت کنه همه را و مردم امروز، مردم ایران رنج شدیدی را تحمل میکنن بی سابقه که در هیچ کشوری از کشورهای دنیا سراغ نداریم. به اندازه پول به سرعت داره بالا میره و بی ارزشی پول بالا میره. کساد پول ایرانی روز به روز بیشتر میشه و ارزشش را در مقابل پول های کشورهای دیگر و پول های بین المللی از دست داره میدهد و این به این صورت که بره ضایعات سنگین میشه و بنبست به وجود آمده است و روی این فکر جدی میخواهد و این اگر فکر جدی نشه ملت ایران دلش به هیچ وقت به دست نمی آید تا مشکلات او را نتوانند کسانی که در راسن و راس قدرت هستند رضایت این ملت ها به دست نیایند و به خواسته هایشون توجه نشه و مشکلاتشون حل نشود ملت دلشون به دست نمی آید و روی این همه سیاست درست و سیاست صحیح میخواهند و توفیق همه با الله تعالی و به هر حال مهمان گرچه مزیت ما فعالیتی نکردیم و جای نگفتیم که این ولی که من چنان جلسه روز پنجشنبه هست در هیچ جلساتی که ما میرویم اعلان نکردیم ولی همون روز جمعه اینجا اعلام شده و توی فضای مجازی رفته و امروز هم میگیم که روز پنجشنبه انشالله با لطف و فضل الهی اینجا، چون که جمعه خود این جمعیت داره و جمعیت دیگری که بیاید موقعی که اینجا ما جاه نداریم ظرفیت نداریم و روی این روز پنجشنبه دوستان قرار دادند و روز پنجشنبه انشالله 29 رجب همین پنجشنبه آینده و چند چیزن که به هر حال دوستان اینجا یادآوری کردن. اولی چیز که خودش دعا هست که این جلسه با امنیت و آرامش برگزار بشه و مورد رضایت الله تعالی واقع بشود و به نفع و خیر و صلاح و به هر حال مردم و ملت باشد و مردم باشه، کشور باشه. و نیاز عزیزان نوشتن که اولی نقدینگی نیازه که بتوانند چیزایی که نیازه بخرند و مواد غذایی یادداشت فرمودن که گوشت و برنج و روغن اینها نیازند و لحظه انشاءالله دوستان رسیدگی می فرمایند و بالاخره مهمان به تک تک شما مربوطن. مثلا کسی که یک مشت هم بکنه بالاخره به شرطی که همه بکنن همگی باشه و هر کسی به نوبه خودش شریک باشه، خود را شریک بگردانه و ما هم باید در حد خودمون خود را شریک بکنیم که حرف میزنیم که عمل بشه به هر و انشالله مهمان پذیرایی میشن. الله تعالی شما را توفیق عنایت کنه. پذیرایی مهمان ها اجر عظیم داره و بر میگرده اجرش به شما مردم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.